به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام خردسالان عزیز و دودرکان و خواهرکان گرامی قدر. درس دوم است از سلسله درس های تاجیکی برای نوآموزان. ما و شما درسی گذشته الفبای زبان تاجیکی رو، یعنی انیقترش حرف های الفبای زبان تاجیکی رو خوانده گذاشتیم و امیدواریم که شما اون درس رو نوشته باشید و تکرار کرده باشید و اگر باز حفظ کرده باشید، از یاد کرده باشید، بهترین می شود. خب این درس از این درس و درس های من بعد از هر یک حرف برای شما سه کلمه ای پیشنهاد میکنیم همراه رسم، تا که در ذهن شما وقتی کلمه همراه با رسم پیشنهاد کرده می شود در ذهن انسان خوبتر نقش می بندد. از همین لحاظ برای شما این کلمه ها را پیشنهاد میکنیم، میخوانیم با هم و اینها را هم در دفترتان نویسید و در خاطر خود نگاه دارید. یکمین حرف الفبای زبان تاجیکی حرف آ می باشد. آ این شکلی کتابیش است و این در اولی کلمه می آید ای کلان ای خورد، یعنی ای کلان در اولی کلمه گفته باشیم، اگر معذرت در اولی جمله می آید و در اسم های خاص می آید. البته این خاص گراماتیک زبان تاجیکی است، اینها را در درس های آینده گفته میگذاریم. فقط شما این را در خاطر داشته باشید که این شکل نوشت شکل کتابی حرفی آ می باشد. انا این شکل نوشتی حرفی آ می باشد. در دفترهایتان کوشش نمایید انا این شکل ای کلان و ای خود را نویسید. از ای کلان یک سطر، از ای خود یک سطر نویسید تا که طرز نوشتی کلمه های، طرز نوشتی حرف های زبان تاجیکی یا حرف های الفبای زبان تاجیکی را خوب از خود نمایید. ای کتابی، ای دستنویس. انگور در اینجا دو هجا است. انگور یعنی در هر یک کلمه چند حرف صدانوکی که باشد اون کلمه به همون قدر هجا تقسیم کرده می شود. خب این هجا و اینها را به درس های من بعد میگذاریم، عین حال به شکل مختصر گفتن میگذاریم و در درس های آینده هجا چیست، کلمه چیست، عبارت چیست، جمله چیست، اینها را نیز برای شما گفتن میگذاریم. انگور یک نوع میوه. انگور ابر ابر در آسمان است. همین سفیدی که شما دیده ایستادید اینها ابر هستند، یعنی این آسمان هست. یعنی ابر در کجاست؟ در آسمان. اینها ابر هستند. عینک به زبان روسی اچکی، به زبان عربی نظارتون و به زبان انگلیسی sunglasses می شود. خب این کلمه ها رو در خاطر داشته باشید، نویسید و اگر از یاد کنید باز هم بهترین می شود. این بود درس دوم. تا درس های نوبتی
خدا نگهداری یک و یکی شما بود.